امان الله خان 92 سال پیش پس از سفر 7 ماهه اروپایی به کابل برگشت. او سوغات تغییرات سیاسی و اجتماعی را با خود آورده بود که به مزاج بسیاری در جامعه سنتی و دینی افغانستان خوش نیامد. شاه تجددخواه پس از حمله مخالفانش در رأس آنها حبیب الله کلکانی مجبور شد از قدرت کناره‌گیری کند. به ایتالیا رفت و سالها همانجا بود. او در سال 1339 دور از وطن در زوریخ سوئیس درگذشت. پس از او این چهره سنت دیرین سیاسی را شکست و نخستین شاه تاجک تبار افغانستان شد. حبیب الله کلکانی اما نتوانست بیشتر از 9 ماه بر سر قدرت باشد. نیروهای محمد نادر خان از سپاهی‌های ارشد امان الله خان به ارگ حمله کردند و کلکانی فرار کرد. نادر خان از حبیب الله کلکانی خواست که در بدل ضمانت جانش تسلیم شود. کلکانی تسلیم شد اما اعدام شد. نادر خان که پس از کشتن کلکانی نادر شاه شده بود 4 سال پادشاهی کرد، اما در سال 1312 کشته شد. عبدالخالق دانش آموزی از قوم هزاره که به روایت اغلب از رفتار نادرشاه با هزارها خشمگین بود، او را در یک مراسم عمومی با شلیک گلوله به قتل رساند. محمد ظاهر 19 ساله پس از کشته شدن پدرش نادرشاه شاه شد و 40 سال حکم راند، بیشترین مدت حکمرانی یک فرد بر افغانستان. در سال 1352 ظاهرشاه در ایتالیا بود که خبر رسید محمد داود خان صدر اعظم و پسر عموی شاه کودتا کرده. زمانی که ظاهرشاه شنید که داود خان دست به کودتا زده، دیگر به افغانستان باز نگشت و حدود 30 سال در ایتالیا ماند. او پس از سقوط حاکمیت طالبان در سال 1381 به افغانستان بازگشت و 5 سال بعد در سال 1386 درگذشت. آخرین شاه افغانستان. داود خان بنیانگذار نظام جمهوری و نخستین رئیس جمهوری افغانستان 5 سال بعد با کودتای خونین حزب دموکراتیک خلق روبرو شد. او شماری از رهبران این حزب نیرومند را زندانی کرده بود. در این کودتا داود خان همراه 18 نفر از اعضای خانواده‌اش در قصر دارالامان کشته شدند. پس از حذف داود خان، نور محمد ترکی از رهبران حزب دموکراتیک خلق در سال 1358 قدرت را در دست گرفت و رئیس جمهور شد. ترکی در همین سال توسط طرفداران حفیظ الله امین همحزبیش در کاخ ریاست جمهوری با بالشت خفه شد. حفیظ الله امین 100 روز یک کتاز قدرت بود. در 6 جدی اما او و شماری از اعضای کابینه‌اش در ابتدا توسط آشپز روسیش مسموم شدند و سپس در حمله 45 دقیقه‌ای به سرکردگی یک افسر شوروی با رگبار مسلسل در پیش چشم اعضای خانواده‌اش کشته شد. ابرک کارمل رهبر حزب پرچم جدا شده از حزب خلق پس از حفیظ الله امین رئیس جمهور شد. 6 سال در این سمت باقی ماند، اما در نهایت در سال 1365 توسط همحزبیش نجیب الله از ریاست جمهوری برکنار شد. در 10 سال دیگر کارمل در حیرتان و مسکو به سر برد و در مسکو هم جان داد. پس از ابرک کارمل دکتر نجیب رئیس جمهور شد. مجاهدین دولتش را شکست دادند. دکتر نجیب 4 سال در دفتر سازمان ملل در کابل پناهنده بود، اما زمانی که طالبان در سال 1375 وارد کابل شدند او را کشتند و به دار آویختند. صبغت الله مجددی از رهبران جهادی پس از فروپاشی حکومت دکتر نجیب 2 ماه رئیس جمهور حکومت مجاهدین بود. او در سال 1396 درگذشت. برهان الدین ربانی 10مین رئیس جمهوری افغانستان بود. او پس از سقوط طالبان قدرت را به حامد کرزی رئیس جمهوری دولت موقت واگذار کرد. اولین واگذاری مسالمت‌آمیز قدرت. آقای ربانی در سال 1390 که رئیس شورای عالی صلح بود در انفجار انتحاری طالبان در خانه‌اش کشته شد و در نهایت ملا عمر رهبر گروه طالبان به مدت 5 سال تا سال 1381 بر بخش گسترده‌ای از افغانستان حکم راند. در سال 1392 در بیخبری مطلق درگذشت، اما اعلامیه‌هایی به نام او تا 2 سال بعد از مرگش نشر می‌شد. علی حسینی، BBC کابل.